در کالج آموزگاری شهر حصار روزهای درهای گشاد دایر گردید که خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی را کارمندان مسئول مؤسسه مذکور استقبال گرفته آنها را با فعالیت صنفخانه‌ها، مرکز تعلیمی هنرآموزی، زبان‌های خارجی، کتاب‌های الکترونی، صنفخانه‌های کامپیوتری، تالارهای ورزشی اینچنین با شرایط‌های تحصیل در این مؤسسه شناس نمودند. مؤسسه پور با متخصصان تامین می باشد. مقصد و مرام آموزگاران مؤسسه پیش از همه تعلیم و تربیت شهروند صاحب وطن و وطن دوست می باشد. کارمندان مؤسسه دولتی تعلیمی کالج آموزگاری شهر حصار پیوسته کوشش می کنند سیاست خردمندانه راهبر عالی مملکتمان اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت مملکت را جانبداری نمایند. چون که همگان ما می دانیم که امروز غمخوری هایی که از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان با راهبری پرزیدنت مملکتمان به ساحه معارف کرده شده ایستاده است همتا ندارد و در پیام نوبتی نیز راهبر عالی مملکتمان ساحه معارف را ساحه کلیدی اعلان کردند و امروز تعمیر و تجهیزانیده شدن مؤسسه دولتی تعلیمی کالج آموزگاری شهر حصار نیز تشبث و ابتکار پیش از همه راهبر عالی مملکت و وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان و مقامات محلی حکومت دولتی شهر حصار می باشد و ما این غمخوری های حکومت را همه جانبه جانبداری کرده پیوسته کوشش میکنیم سطح و صفت تعلیم بلند برداشته شود در مؤسسه و ما آموزگاران را تعلیم و تربیت داده به مؤسسه های تعلیمی قلمرو شهر و ناحیه های جمهوریمان سفربر کنیم که آینده توانند نسل نورس را در روحیه وطن دوستی خویشتن شناسی صاحب معرفتی تربیت کرده باشند. این حال در مؤسسه دولتی تعلیمی کالج آموزگاری شهر حصار دانشجویان از تمام شهر و ناحیه‌های مملکت تحصیل علم می‌نمایند. طور عیان شد آن اختصاص‌هایی که به دانشجویان آموزانده می‌شود طلبات در مؤسسه‌های تعلیمی کشور بیشتر است، از جمله تیار کردن کادرهای زبان‌های دولتی انگلیسی، روسی، انفرماتیکا و تکنیکای کامپیوتری میباشد. وعده می دهیم که تمام شرایط ها برای تعلیم و تدریس خوب آنها مهیا کرده شده است و ما تصمیم گرفتیم تا جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان خوابگاه مؤسسه را پر از تعمیر اساسی برآورده برای خدمت به دانشجویان پیشنهاد نماییم و مقصد و مرام ما پیش از همه سیاست خردمندانه دولت تاجیکستان راهبر عالی مملکتمان را جانبداری کردن است. در آخر در تالار اساسی بخوری آموزگاران کالج با خوانندگان دایر گردید. همین طور دوام روز بیش از 500 نفر داوطلبان آینده حاضر گردیده از فعالیت کالج آموزگاری شناس شدند. ماموریت کالج آموزگاری شهر حصار همه‌جانبه بهر تیار نمودن متخصصان میانه همچنین بلند برداشتن صفت تعلیم و تربیت شاگردان صاحب معرفت و تندرست با استعداد سعی و کوشش بیشتر نمودن یک قطار کارها را در آینده به نقشه گرفته است.